24 اسد روزی است که کشور عزیزمان افغانستان آزاد گردیده. در حقیقت این آزادی را ما مدیون خون شهدای خود هستیم. مدیون اون دعاهای نیمه شب مادرانی هستیم که جگرگوشه های خود را از دست دادند. استقلال و آزادی به این معنا نیست که ما خوب بگردیم، خوب بنوشیم و خوب بپوشیم و خوب تفریح کنیم و هیچ احوال و خبری از خانه های شهدا نداشته باشیم، بلکه استقلال به این معناست که ما از خانه های شهدا و یتیمان احوال گرفته و مرهمی بر زخم آنان باشیم و در اخیر باز هم 24 اسد روزی استقلال و آزادی افغانستان را به تمام ملت غیور و قهرمان افغانستان تبریک گفته و بالخصوص برای خانواده های شهدا تبریک و تهنیت عرض می دارم.